درود میفرستم به هر یک شما بینندگان عزیز و نوروز خجسته را برایتان شاد باش میگم. در این شب و روز صبر و شکوبایی و مهمتر از همه سلامتی و آسایشی روزگار را تمنا دارم. در این روز جمعه مبارک برایتان فیض و برکت میخواهیم و البته منت داریم که هر صبح خبرها را از آزادی ویدیو منتظر میشوید. شعله گلخوجه هستم در نوید بامدادی 20 مارت همراهتان با تازه ها از تاجیکستان و جهان. در پراگ همین حالا ساعت 7 است. متاسفانه فرارسی نوروز را دهها هموطن ما که نقشه داشتند در وطن جشن بگیرند در فرودگاه‌های روسیه و کشورهای دیگر پیشواز گرفتند، زیرا از امروز به شرکت‌های هواپیمایی داخل و خارج کشور دستور شده است که برای پیشگیری از احتمال پنه‌شوی کرونا ویروس پروازهای بین‌المللی از تاجیکستان و برعکس به تاجیکستان منع کنند. نوارهای بند ماندن مسافران تاجیک در فرودگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی و جمله در یوتیوب رادیو آزادی نشر شده. تاثیر اولین اقدام ناگهانی را دهها مهاجر تاجیک در روسیه دیدند که به گفته خودشان باید صبح بر وقت 20 مارت به واسطه هواپیمای شرکتی یوتر به تاجیکستان می‌رسیدند. مهاجران میگویند نماینده شرکت در فرودگاه ونوکوی مسکو به آنها گفته است بعد گرفتن دستور جانب تاجیکستان پرواز را بیکار کردند و نمی‌توانند پول بلیط آنها را بدهند. در نمایندگی دو شرکت هواپیمایی روسی در تاجیکستان تصدیق کردند که از روز جمعه پرواز هواپیماها از خارج به کشور پررق قطع شده است. فرودگاه بین‌المللی دوشنبه روز 19 مارت به رادیو آزادی گفت دستور رئیس آژانس اویاسیون گراژدانی به پروازهای بین‌المللی داخل دارد، اما نقشه پرواز هواپیماها در داخل کشور از جمله از دوشنبه به خوجند یا برعکس همانو برجاست. ضمن شرکت هواپیمایی سومون ایر تصمیم دارد امروز با یک خط سیر مخصوص برای آوردن مهاجران تاجیک به سمت مسکو پرواز کند. در این خط سیر دوشنبه مسکو و دوشنبه قرار است شهروندان روسیه از دوشنبه به مسکو انتقال داده شوند و در بازگشت مهاجران تاجیک که از چند روز پیش بلیط‌های خود را خریدند به تاجیکستان آورده شوند. ساعت دقیق پرواز هنوز مشخص نیست، اما به گفته مسئولین شرکت سومون ایر به احتمال زیاد پرواز به سمت مسکو پس از نصف روزی صورت میگیرد. این شرکت هواپیمایی با نشر یک بیانیه روز 20 مارت اعلام کرد که به دلیل پیشگیری از خطرهای کرونا ویروس و تامین بی‌خطری شهروندان تاجیکستان موقتا تمام پروازهای بین‌المللی خود را قطع میکند. و خوشخبر برای مهاجران تاجیکی که در روسیه میمونند. روسیه اجازه داد که مهلت بودباش شهروندان خارجی در قلمروش تمدید کرده شود. بنابر پیش آمدن وضع فوق‌العاده بنابر خروج کرونا ویروس، وزارت امور داخلی روسیه خبر داد به شهروندانی که بدون ویزا وارد روسیه شدند اجازه داده می شود که بودباششان را در قلمرو این کشور تمدید کنند، حتی اگر مهلت ثبت اقامت آنها به انجام رسیده باشد. وزارت امور داخلی روسیه گفته است مهاجران بدون عبور مرزی روسیه می توانند برای گرفتن پتنت مراجعت کنند و آنها برای نقض مهلت پیشنهادی حجت‌ها به جوابگری مأموری کشیده نمی شوند. همچنین وزارت گفته است پذیرش درخواست‌ها را برای گرفتن اجازه کار در روسیه از سر گرفته است. بینندگان عزیز تفصیلات را در برنامه خبری منتظر باشید. و برای آنهایی که در تاجیکستان هستند، کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی تاجیکستان اجازه داد که از امروز در مسجدهای کشور نمازهای دست جمعی خوانده شود، اما عین زمان از ساکنان طلب کرد قاعده‌های بهداشت را قطعاً رعایت کنند. تصمیم منع نمازهای دست جمعی به استثنای نماز جنازه در 2 هفته پیش با واکنش‌های گوناگون روبرو شده بود. بعضی‌ها این قرار را کاری درست نامیدند، بعضی‌ها برعکس. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تاجیکستان به رادیو آزادی گفت از بامداد امروز در این مسجدهای کشور دوباره برای نمازگزاران باز است. به قول او دوام 2 هفته بسته بودن در این مساجد در همه این مؤسسه‌های دینی چاره‌های ضد عفونی یا دزینفکسیون گذرانده شد. در این باره هم در دوام روز ما یک گزارش مفصل خواهیم داشت. و بعضی از خبرهای دیگری بین‌المللی که نیز مربوط به بیماری کووید 19 است. حکومت جمهوری چک که ما در اینجا زندگی داریم وقت فروش مواد غذایی برای کلان سالان را تغییر داد. سر از امروز از ساعت 7 تا 9 سحر تنها افرادی از 65 ساله بالا حق دارند در فروشگاه‌های مواد غذایی باشند. تا این زمان آنها از ساعت 10 تا 12 روز خرید می‌کردند. هدف از این اقدام حمایت مردم سالخورده است که در مقابل کرونا ویروس گرفته شده است. شروع از دیروز باشندگان جمهوری چک مجبورند در کوچه و جایهای جمعیتی با نقاب برآیند، از جمله در بینای رادیو آزادی نیست. در این کشور 572 نفر گرفتار بیماری کووید 19 می باشند.
وزیر مدافع افغانستان اسدالله خالد میگوید طالبان باید صداقتشان را به پیمان قطع خشونت نشان داده به همین وسیله در مبارزه با کرونا ویروس سهم بگیرند. به قول خالد آتشبس باید اجرا شود تا اینکه مقامات اقدامهای جلوگیری از این بیماری را پیاده کنند. در افغانستان 22 نفر گرفتار کرونا ویروس می باشند، ولی از 35 میلیون اهالی این کشور همگی چند صد نفر در مقابل ویروس کووید 19 تفتیش شده است. در ایران همسایه افغانستان 18,000 حادثه سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شده است و 1284 نفر از کووید 19 به هلاکت رسیدند. داماد قدرتمند پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف میگوید پلیس این کشور افرادی را که نام شهروندان ازبکستان گرفتاری کرونا ویروس را نشر کردند پیدا کرده است. اوتابک اومروف که معاون خدمات امنیتی پرزیدنت ازبکستان میباشد در شبکه اینستاگرام نوشته است که حالا مقامات قانونی بودن افراد متهم به نشر نام‌ها را تشخیص می‌کنند. او گفته است که مقامات 33 صحیفه شبکه‌های اجتماعی را که در پهن نمودن اطلاع بر دروغ و تهلکه میان مردم متهم می‌باشند تحقیق دارند. در عین زمان در تاجیکستان به قول مقامات هیچ موردی گرفتاری به کرونا ویروس را ثبت نکردند، اما تا این دم تقریبا 1900 نفری که از خارج آمدند زیر نظارت پزشکان قرار گرفتند. از این شماره بیش از 400 نفر هنوز در کرانتین هستند. دستور کل تاجیکستان روز 19 مارت در اجلاسی مجلس ملی گفت روز 15 مارت 10 شهروند کشور در هواپیمای از استانبول به تاشکند و از آنجا به کشور آمدند که در هواپیما یک نفر مبتلا به کرونا ویروس بوده است. 6 شهروند تاجیکستان زیر نظارت پزشکان قرار گرفته جستجوی 4 کس دیگر ادامه دارد. مقامات تاجیکستان میگویند که شخصیت بیش از 300 پیرو گروهی در تاجیکستان فعالیتش ممنوع اخوان المسلمین را معین کرده 10 نفر آنها را بازداشت نمودند. در این باره یوسف رحمان دستور کل تاجیکستان روز 19 مارت ضمن سخنرانی در جلسه مجلس ملی اطلاع داد. به گفته دستور کل عین حال شخصیت 314 تن از افراد این گروه معین شده 154 نفر آنها در بازداشت میباشند. بازداشت افراد متهم به عضویت در اخوان المسلمین در اوایل ماه ینور امسال آغاز گردید. در میان آنها استادان دانشگاه‌ها، تاجران، دانشجویان و کارمندان نهادهای دولتی نیز میباشند. نشان ندادن بازداشت شده‌ها به نزدیکانشان و نداشتن وکیل مدافع مستقل نگرانی بعضی از حامیان حقوق را به بار آورده است. با گذشت نزدیک به 3 ماه از روند تفتیشات معلوماتی در دست نیست و پرونده‌ها هنوز به دادگاه‌ها فرستاده نشدند. باید گفت سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 در تاجیکستان مانع میباشد. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت برای شما از خود به اسعار خارجی یادآور میشوم که از طرف بانک ملی این گونه معین شده است. $1 9 سومانی و 74 درم است، 1 یورو باشد 10 سومانی و 61 درم ارزش دارد. امروز قرب روبل روسی به تغییر است، مثل دیروز است، یعنی 1000 روبل روسی 122 سومانی و 30 درم تعیین کرده است. بینندگان عزیز، این چند خبری بود که در صبح بر وقت من به سهم شما رساندم و همه شما را در دوام روز باز با خبرهای بیشتر از این منتظر خواهیم بود و با امید روزهای بهتر و خبرهای خوشتر شما را به خدا میسپاریم و امیدواریم چون همیشه ما را پیگیری خواهید کرد. روز و روزگارتان خوش باشد.